رمضان فرصت استثنایی دیگری است که انسان از دوستان و رفقای سوئی که داره دوری بکنه. شاید عادتهای زشتی دارن، شاید فسق و فجوری دارن، شما هم در کنار اونها می نشینید، با اونها هم نشینی دارید، شما هم آلوده می شوید. ماه رمضان فرصتی است که انسان از این گونه انسانها دوری بکنه، چون همنشین بد در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند مانند کوره آهنگری است. وقتی که در کنار کوره آهنگری بنشینید، اولا اون بوی گند این کوره به بدن شما می نشیند، هر طرف که برید بوی سوختگی، بوی بد از بدنتون میاد. ثانیاً اون شراره های آتشی که از این کوره می جهد امکان داره لباس شما را بسوزاند. و همنشین خوب مانند عطار است یا دکان عطاری است. وقتی که در اونجا مرور بکنید، اون بوی خوش عطر عطاری در بدن شما، در وجود شما می نشیند. وقتی از دکان عطاری خارج میشید، هر کسی که با شما روبرو بشه میگه عجب بوی خوشی از تو میاد. مثال همنشین بد و همنشین خوب این گونه است. شما هر چه سعی و تلاش بکنید، اون بوی گند و اذیت و آزار همنشین بد در وجود شما اثر خود را میگذارد.